سرمتخصص کمیته اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان در ولایت قید داشتند که کمیته اداره زمین ولایت و ساختارهای آن در ناحیه‌های ولایت فعالیت کاریشان را طبق قانون‌های عملی کننده کشور، طلبات‌های کودکس زمین و یک قطار سند و معیارهای حقوقی فعالیت نموده برای پوره و ثمرانok استفاده بردن زمین‌ها در موسم کشت کاری بهاری مسئولین کمیته اداره زمین در محله‌ها با کارمندان اگروصنعتی عاید استفاده عاقلانه زمین و از خودکنی زمین‌های نو و به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های کهنه و بنیاد و برقرارسازی باغ‌های نو کارهای فهماندهی را برها گذاشتند. قید کرده شد که در خواجگی‌های دهقانی در موسم کشت بهاری سال 2021 در میدان 8415 گکتار کشت زراعتی کشاورزی راه اندازی شد که این نشان داد نسبت همین دوره سال گذشته 166 گکتار زیاد است. در ولایت در میدان قریب 9 گکتار زمین نوکارم از حساب زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی درآورده شدند. بنیاد باغ‌های نو در میدان 9.8 گکتار و برقرارکنی باغ‌های کهنه 18 گکتار به نقشه گرفته شده است و در میدان 23.113 گکتار باغ‌های نو در شهر و ناحیه‌های ولایت بنیاد شدند. در مقیاس ولایت کشت تکراری به حالت 1 هفت سال جاری در میدان 90.130 گکتار گذرانده شده است. در جلسه اطراف مشکلات و مسئله‌های جای داشته مبادله افکار صورت گرفت. چاره‌بینی ادامه بخشیده به ریز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کیستان بدخشان برگزار گردید که از صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. معاون سردار ریاست قشون‌های سرحدی اوید به کارهای سیاسی تربیوی پالکوونیک بختیار صابیرов چاره‌بینی را افتتاح نموده در آغاز تنتنه ابراز نمود که هر یک شهروند نوابسته از آن که در کدام جاده جامعه کار و فعالیت دارد باید به هستی، ارجمندی و تجمل زبان دولتی جمهوری تاجیکستان ارجگذاری نماید، زیرا زبان تاجیکی اساس هویت و خودشناسی ملی شاهستون معنوی دولتداری تاجیکان به شمار می رود و تنها به وسیله زبان ملی ما می توانیم گذشته پرغناوت تاریخی و فرهنگی ملتمان را پاس داشته پیوندی خیش را با پیشدادیان خود، گذشتگان، اجدادان خود بر اعلی احساس نماییم. گفته شد که همزمان زبان دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از آن واسطه های پیوند کننده امروزه ملت با آیندگان نسل های بعدینه محسوب می یابد. امروز در اطریاد سرحدی شهر خوروغ بخشیده به روز زبان یک چاره‌بینی آراسته شد که در آن همه سربازان، افسران، پرپوشکان جمع آمدند که امروز را با یک شکوه شهامت جشن گیرند. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. زبان یکی از رکنهای اساسی دولتداری به حساب می رود. ما با زبان خود فخر می کنیم. گر به حیف سر ندهم جان و تنم، نمکت زهر شود در بدنم. گر سری ننگ تو پیمان شکنم، خاک تو آر کنم از کفنم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جان منی ای وطنم. ما سربازان شجاع وطن همیشه برای حفظ زبان، حفظ وطن، حفظ پیشوای ملت همیشه آماده هستیم. ما با زبان دولتی خود میفخریم. ثنا باد به زبان دولتی جمهوری تاجیکستان. ضمن چاره‌بینی سردار ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کیستان بدخشان گنرال مایور اسمت الله عودینزاده عسکران و افسران را با این فرخنده انجمن تهنیت گفته ابراز داشت که زبان تاجیکی یکی از زبان‌های غنی و ثروتمند جهان بوده عالم شمول است، زیرا این زبان برای تمدن عمومی بشری دهها نابغه‌های علم و ادب، شاعران، نویسندگان را اهدا نموده است که اشعار آنها سراپا پند و اندرز بوده در تربیت معنویات نسل بشر جایگاهی مخصوص دارند. گنرال مایور اسمت الله عودینزاده قید نمود که زبان ملت به سان جان ملت است، زیرا آن معرفگر تمام هسته ملت می باشد. زبان دولتی ملت تاجیک یکی از زبان‌های قدیمترین روی عالم می باشد که با غناوت خود در تاریخ بشریت نقش مؤثر دارد. زبان دولتی این یک پایه ملت می باشد، پایه خلق تاجیک است. یعنی زبان دولتی زبانی است که تمام شاعرای بزرگان ما در بزرگان کلاسیکی ما
шеъру адибҳои худро бо забони тоҷикӣ нашр кардаам ва то имрӯз ба мо боқӣ мондааст. мо ин рӯзро чун рӯзи муқаддас медонем. мо дар отряди сарҳадии шаҳри Хорух тамоми сарбозону аскарон ҷамъ омада ин рӯзро бо як меҳру бо як самимият ҷашн мегирем. Забони давлатӣ барои мо миллати тоҷик ин як ифтихоре ҳаст, ки моро бо ин забон тамоми рӯи дунё мешиносанд ва медонанд, ки мо тоҷик ҳастем ва дорои забони худ ҳастем. генерал-майёр Исматулло Удиназода зимни сухан афзуд, ки дар давлати соҳибистиқлоли тоҷикон баҳри ҳифозати забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни алоҳида мавриди амал қарор дорад, ки طبق آن نسبت زبان احترام خاصه روانه کرده شده است. زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در تاریخ هسته خویش بسو پستی و بلندی و مشکل‌های زیاد را پس سر نموده است، ولی چون مایه اصلی این زبان ستودن اخلاق حمیده انسانی هست، تا زمان ما با تمام نفاست و شیرینی خود باقی مانده است. چون انعنه گذشت نظامی در برنامه منظور گردید که به تنتنه روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان شهامت نو را ضم نمود. چورابینی فرهنگی با اشتراک اهل فرهنگ شهر خاروخ انجام بخش تنتنه بود. جهتی به تنظیم در آوردن نرخ و نوا و پیشگیری محصولات پس‌صفت که وارد بازار و مرکزهای سودا و دکانهای فروش ولایت می‌گردد از جانب ساختارهای مربوطه نظارت کرده می‌شوند. پیوسته گذراندن چورابینی‌های فهماندهی با فروشندگان و صاحبان محصولات نیازی اولیه شهر خاروخ بابت راه نیافتن محصولات مهلت استعمالیش گذشته سنجش‌های مشترک ساختارهای مربوطه راه اندازی می‌شود. ولی باز نفرانی علاهیده پیدا می‌شود که با کار همروزه کارمندان ساحه مربوطه ضمن سنجش مانع ایجاد کرده با الفاظ درشت شأن و شرف کارمندان ساختارهای انتظامی را پس میزنند. چنین حالت از طرف شهروند غلامعلی تاشبک سال تولدش 1984 زاده و استقامت کننده شهر خاروخ کوچه قانون قرغیزبکov به قید گرفته شد که نسبت کارمندان مقامات پروکراتور ولایت چنین عملهای زشت را روا دیده است. من صاحب میباشم و در شهر خاروخ مغازه محصولات خرابواری دارم. چهارم اصول روان کارمندان پروکراتور برای دیدن صفت محصولات مغازه را از نظر گذرانیدند. بعضی محصولات صفت پست داشتند و مهلت استفاده برایشان گذشته بود. کارمندان پروکراتور از من همین سبب مواد تیار کردند و بین ما مناقشه زدند که در نتیجه مردم جمع شد. من کارمندان مقامات را حقارت کردم و از کار خود پشیمانم. ستاد بین اداروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از شهروندان خواهش می‌نماید که با فعالیت ساختارهای انتظامی خنک نظرانه رفتار نکنند. در صورت دست زدن به چنین کردار طبق طلبات قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. کنفرانس علمی عملی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده در آن از خصوص ولایت و مقدس بودن زبان دولتی سخن کرده شد. در کنفرانس آیین بزرگی زبان و همزمان عید آموزگاران که به یک صحنه راست آمدند از الفاظ آموزگاران و خوانندگان برآمدها شنیده شدند. قید گردید که پاس داشتن زبان و هرج گذاشتن به زحمت آموزگار فضیلت بزرگ است و برای هر فرد قرض شهروندی می باشد، زیرا آموزگار برای ما دنیا را روشن نموده عالم پر اسرار علم را معرفی می کند. آموزگاران و طالب علمان از بزرگی زبان حرف زده قید داشتند که زبان یکی از نشانه‌های مهم شناخت ملت بوده. الفاظ شیرین بیان مخبرات بین آدمان می باشد. زبان کلید در دانش و معرفت می باشد و در همه زینه‌های انکشاف تاریخ می تواند به نفع انسان خدمت نماید. چون مسئولان در مؤسسه‌های تعلیمی روز زبان را تجلیل می کنند، ما نیز امروز تصمیم گرفتیم بخشیده به روز زبان کنفرانس علمی عملی را برگزار نماییم و این چنین دیگر در روز زبان عرفه روز معلمان نیز است و پیشه آموزگاری این پیشه مقدسترین کسب روی عالم است، زیرا گفته‌اند معلم کیست عشق کنج خاموشی دبستانش، سبق نادانی و دانادلم طفلی سبق خوانش، ز ارکس ناید این استاد شاگردی نه هر کوه بدخشان باشد و هر سنگ پاره لعل رخشان است.
زبان جز به زبانی نیست. این نادر معلم را دریغ و در همه عالم نداند کس زباندانش. گفته شد که زبان تاجیکی و رشد تشکلی پیوسته آن در مقام زبان دولتی مهمترین رمز استقلالیت دولتی و سیاسی ما به حساب می رود، زیرا محض استقلالیت زبانی پایه استقلال خواهی کشور ما را تشکیل می دهد. بنابراین ارجگذاری به زبان دولتی که همچون رکن مهمترین اصلی ملت، پایدیوار اساسی دولتداری و فرهنگ و معنویات خلقمان نقش برجسته دارد، وظیفه انسانی و وجدانی هر یک فرد با ننگ و ناموس به حساب می رود. در کنفرانس آموزگاران و خوانندگان هر یکشان از شهامت و والایی زبان دولتی حرف زدند و پارچه‌های شعری را قرائت نمودند. ما خوانندگان خوشحال از آن هستیم که امروز چهاربینی علمی عملی در مؤسسه ما بخشیده به زبان برگزار گردید. اره که ما باید زبان خود را دوست داریم، زبان خود و ملت خود را در دیگر جامعه ها معرفی نماییم. ای زبانی مادری مانند سیم و زری، طفلی که خوان تو را شود چون کبکی داری. واقعا هویت ملی، فرهنگ و آیین و سنت‌های مردم باستانی ما در همه دور و زمان‌ها توسط زبان حفظ می‌گردد. زبان همچنین واسطه مقتدر سرجمی ملت و همه آنهایی است که در گوشه‌های گوناگون عالم هستی و ثروت بی‌بها را پاس می‌دارد. در فرجام چهاربینی دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 20 نایه شغنان گلدسته‌شاه ویستابادشاев کل آموزگاران را به افتخار عید معلمان و روز زبان شادباش نموده برای خوانندگان و آموزگارانی که در چهاربینی‌های مکتبی فعالانه شرکت می‌ورزند افتخارنامه‌ها تقدیم گردیدند. سردور ریاست اقتصاد و سودای ولایت مختار کیستان بدخشان امام نظر اقنظرов ضمن جلسه فعالیت هر یک اداره و مؤسسه ولایتی را عاید به آمادگی ساحه‌های اجتماعیات و اقتصادیات ولایت مختار کیستان بدخشان به دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2021-2022 مورد بررسی قرار داده قید نمود که در حدود ولایت مختار کیستان بدخشان تهیه نقشه ذخیره مواد انگشت‌سنگ و هیزم در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ولایت طرح‌ریزی گردیده، البته در ساحه معارف بیش از 80% انگشت‌سنگ و زیاده از 50% هیزم ذخیره کرده شده است. به ضمن این ساحه تندرستی در این دوره نزدیک 80% انگشت‌سنگ و 40% هیزم را جمع آوری نموده این مرحله ادامه دارد. در ساحه فرهنگ و دیگر ساختارهای مربوطه نیز انگشت‌سنگ و هیزم به طور کافی ذخیره گردیده معرکه ذخیره کننده ادامه دارد. شرکت برقی پامیر انرژی که یگانه کارخانه تولید کننده برق در ولایت می باشد، برای دوره زمستان گذرانی 2 زیرستگاه با توانایی 12.5 مگاوات را بنیاد نموده به استفاده دادند که به بهبودی تأمینات نیروی برق در ولایت مساعدت خوب دارد. به ضمن این دستگاه‌های خط انتقال برق پوره از تعمیر برآورده شده، بهر از بین بردن تلفات قوه برق تمام تلاش خود را روانه نموده ایستاده است. معاون رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان امیدجان ناصرزاده فعالیت هر یک اعضای ستاد ولایتی را جهت آمادگی به دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2021-2022 مورد تحلیل و بررسی قرار داد و به مسئولین سپارش داد که سر وقت مکاتب جماعت‌های دوردست ولایت به خصوص وادی برتنگ و مرغاب را از هیزم و انگشت‌سنگ تامین نمایند، زیرا در این مناطق دوردست کشور خنک‌شوی هوا همساله به مشاهده می‌رسد. در مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه‌های اتومبیلگرد ولایت مختار کیستان بدخشان الکی نقشه سالانه ذخیره مواد ضد لغزش، سوزشواری دیزلی، انگشت و هیزم طرح‌ریزی گردیده، ذخیره کننده دیگر مواد لازمه برای دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2021-2022 ادامه داشته، از 95 تکنیکای کاری 88 عدد در حالت خوب کاری قرار دارند که به بهبودی فعالیت کاری راهسازان روانه کرده شده است. معاون رئیس ولایت عاید نقشه ذخیره کننده مواد اساسی غذایی با صفت و دسترس از جمله ارد، روغن، شکر، کارتوشکا، میوه و سبزیجات، کنسروها و دیگر محصولات عضوقواری در سردخانه‌ها و انبارخانه‌ها جهت تامین منتظم اهالی ولایت مختار کیستان بدخشان در دوره تیر ماه و زمستان به سرداران اداره و کارخانه‌ها سپارش‌های مشخص داده جهت اجرای آنها مهلت معین را تقاضا نمود.
ملت از عمر زبان وابسته است. تحت چنین عنوان در جماعت شهرک شاه تیموریان شهر خاروق کنفرانس دایر گردید. کنفرانس را معاون رئیس شهر خاروق الچه مرودبکزاده افتتاح نموده بیان داشت که احترام به زبان دولتی این احترام به مادر، به ملت، به سرزمین اجدادی و در مجموع احترام به گذشته و امروزه ملت می باشد. زبان دولتی مایه افتخار و ثروت بی‌بها در هر دور و زمان محسوب می یابد. مدیر کاتدرای زبان و ادبیات تاجیک مسلم ابراهیم شویوی نیز از موقع زبان دولتی در جامعه امروزه و دولتداری امروزه تاجیکان ابراز سخن نموده، زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را گوهر گنجینه هستی ملت معنی داد نمود. از سخنرانی‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان بابت زبان دولتی اقتباس‌ها آورده قید نمود که زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان مردم نیک اراده و تمدن آفر، زبان علم و فرهنگ، زبان نظم و نثر و من جمله زبان اهل معانی می باشد. امروز ما جوانان نیز خرسند از آنیم که با زبان شیوه تاجیکی حرف زده ایستادیم و البته فخر میکنیم که چنین زبان داریم و از دوره های قدیم یعنی شاعران ما، نویسندگان ما با این زبان بسیار اثرهای عالم شمول ایجاد نمودند، بسیار شعرهای یعنی عالم شمول ایجاد کردند و البته ما دوام دهندگان کار و پیکار نسل کلانسال هستیم. بار دیگر همه مردم تاجیکستان را با افتخار روز زبان دولتی تبریک و مبارکباد نموده برای هر یک تاجیکستانی تمنای آن را داریم که همیشه در آسمان صاف و بی‌غبار عمر بسر برد. اینچنین در کنفرانس صباحت دونایوروا، منظور مولوداد، کشور امیر شایف، کارمندان حکومت شهر خاروق برآمد نموده قید داشتند که رشد زبان، پیشرفت ملت و دولت با هم توأمی کامل دارند و یکی بی دیگری تابش و معنا ندارد. قید گردید که نسل امروزه را ضرور است که جهت ترغیب و تشویق زبان تاجیکی و بلند برداشتن سطح سخنرانی خویش جهد و تلاش نمایند.